سلام به دوستای گلم، خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال مهراز تیوی. بچه ما توی این ویدیو قرار بهتون بگیم که از کدوم سایت ها سی پی بزنید و کدوم سایت ها بهتری برای سی پی زدن، کدوم ها سی پی رو زودتر میرسونه، قیمت ها و همه چی رو قرار با هم بررسی بکنیم توی این ویدیو. و بچه این ویدیو هیچ جنبه تبلیغاتی نداره و من فقط نظر شخصی ما میگم. خب بچه ها میخوایم ما 5 تا سایت رو بچه من در نظر گرفتم که بیام بهتون در موردش توضیح بدم. اولین سایت ارزانجم هستش که من بهش رتبه 1 رو میدم. بچه‌ها سایت ارزانجم به نظر من یکی از سایت های خوب برای سی پی زدن توی ایرانه. بچه‌ها ارزانجم زیر نیم ساعت سی پی رو براتون میزنه و بچه‌ها یکی از خوبی‌های این سایت اینه که اصلا نگران نیستی که پولت خورده بشه یا خورده شه و اینکه سی پی رو زود براتون میزنن. سی پی های زمان دارن، یکم قیمتاشون نسبت به بقیه سایت ها بالا هست، ولی از نظر اطمینان به نظرم شما میتونید به این سایت خیلی اطمینان کامل داشته باشید. و من حتی وقتی شما سفارش رو ثبت میکنید پنل گفتگو باز میشه. این قسمت نگاه کنین، وقتی اینجا میاین زده پیگیری سفارشات. الان من خودم الان سفارش شدم جدیدن، مثلا دو تا سی پی مثلا یه 240 تا یه 160 تا زدم و اینجا تب گفتگو، اینجا میتونین پیگیری بکنین. نکنین اینجا وقتی پیگیری رو بزنین میتونین با پشتیبانی صحبت بکنید. خب حالا بچه‌ها بیایم اینور. حالا این سایت داره معتبر و داره نماد اعتماده و تحویل خیلی سریع و فوری داره و پنل پشتیبانی جامع. و به نظرم من این سایت رو خیلی بهتون پیشنهاد میکنم و یکی از سایت های خوب برای سی پی زدنه. ولی بچه‌ها این سایت برای سی پی زدن برای سی پی های مقدار پایین خوبه، مثلا 160 تا 80 تا 200 تا دیگه. از به نظر من 400 تا به بالا روی یه سایت دیگه به نظر من انجام بدید. پس بچه‌ها رتبه اولمون میشه ارزانجم. بچه‌ها رتبه دوم سایت بذارید براتون بیارم، سایت سی پی بات هستش که بچه‌ها به نظر من یکی از سایت‌های خوب برای سی پی زدن این سایت هم هستش در کنار ارزانجم و رتبه دوم بهش میریم. بچه‌ها من خودم از این سایت خرید کردم، یه 2-3 باری سی پی زدم و پشتیبانی 24 ساعته داره، امنیت بالا و اعتماد کامل داره و زیر 3 دقیقه هم به اکانت ما وارد میشه. و بچه‌ها قیمتشون هم واقعا قیمت‌های خوب و معقول به صرفه و به نظرم از این سایت میتونین سی پی های مقدار زیاد بزنید. مثلا نگاه کنید الان 5 کا سی پی 8 میلیون و 657. حالا نمیدونم ولی بعداً کمتر بشه زیادتر بشه، ولی امروز این قیمته و به نظرم هم قیمتشون خوبه، هم برای سی پی زدن من این سایت رو بهتون پیشنهاد میکنم برای سی پی های مقدار بالا. و پس ارزان سی پی بات هم میشه رتبه دوم. خب بچه‌ها حالا سایت سوم بچه‌ها سایت سی پی با ما هستش که من این سایت رو هم بهتون پیشنهاد میکنم. این سایت سی پی با ما، سایت سی پی با ما هستش که به نظر من این هم یکی از سایت های خوب، فقط قیمتشون یکم بالا و یکم دیر واریز میشه. ولی خب باز اگر مثلا نتونستید از این دو تا سایت بگیرید این سایت هم گزینه مناسبیه که من از این سایت هم یه بار فکر کنم سی پی زدم. بله یه بار سی پی زدم و سایت خوبیه، ولی خب به خوبی ارزانجم و سی پی بات نمیرسه. حالا سایت بعدی سایت ایران موجو هستش که فکر کنم تبلیغش رو هم خیلی دیدید و یکی از سایت های خوبه که از پلتفرم اسنپ پی هم میتونید، دی جی پی هم میتونید به صورت قسطی ازش خرید کنین و اینها از سی پی قسطی و خب میتونین اینجوری هم ازش خرید کنین. واحد پول انواع بازی‌ها رو داره، مثلا ماینکرافت، روبلاکس، ای فوتبال، بعد پابجی، کالاف، کلش رویال و خیلی بازی‌های دیگه که الان آخه منم میذارم بازی بیشتر ببینید. بازی مارول که خیلی من ندیدم، خیلی سایت من ندیدم که اینا داشته باشه و این از نظر تنوع که برای همه بازی‌ها مقدار واحد پول بازی داشته باشه این سایت من خیلی بهتون پیشنهاد میکنم. مثلا میگم شما الان مثلا یه چی بگم، مثلا شما یه ای فوتبال پلیرید، ای فوتبال پلی میدید، همه سایت‌ها ندارن ولی خب ای فوتبال و سایت ایران موجود داره و خیلی فکر کنم تبلیغش رو دیدید تو این اینستاگرام و خیلی واحد پولای دیگه. حتی این بازیه که بذارید براتون بیارمش و اینجاست بذارید نکنین
این بازی، من این بازی رو ندیدم، مثلا واحد پولش چه جوریه، یا مثلا این بازی خیلی عجیبه برام، یا این بازی خیلی عجیبه و من از این سایت تا الان خرید نکردم، ولی خب حتما خودم تجربه براتون میگم، ولی شما هم امتحان بکنید. سایت معتبریه و حتی به صورت قسطی هم میتونید ازشون خرید کنید. بچه آخرین سایت هم که به نظر من اگر نتونستید از این 4 تا سایت بگیرین یا سایت ها براتون باز نمیشد یا دیدید که شرایطشو ندارید، سایت آخر سایت یخچال جم هستش. یخچال جم. خب ببین بچه‌ها، این سایت یخچال جم هستش که وقتی گوگل هم سرچ کنی میاد. بچه‌ها این سایت رو هم باز من بهتون پیشنهاد میکنم در صورت گزینه آخر. بچه‌ها این سایت یه سری گردونای رایگان هم داره و یه قسمت سی پی رایگان داره که من تا الان نگرفتم از سی پی رایگان، ولی شما اگر بازیکن رو پیگیرش باشین میتونین بگیرید. این سایت هم به عنوان گزینه آخر سایت خوبیه، ولی خب قیمتشون یکم بالاست. خب بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید باشه. تا یه ویدیوی دیگه از کانال مهراز تیوی، خدا نگهدار.